بالاخره بعد از پخش آپدیت اکثر نامداران، درک لانسفورد هم دست به انتشار آپدیت خودش زد. در آپدیت جدید درک شاهد بکی حجیم و کاتتر نسبت به ماه گذشته از وی بودیم. عمیق‌تر شدن عضلات زوزنقه‌ای، بالا رفتن چگالی دلتوئید خلفی و پهن‌تر شدن درک در فیگور بک و از نمای روبرو هم پیشرفت چشمگیر درک در عضلات ساعد دست و کاتتر شدن سرشانه ها رو میبینیم که وضعیت حال حاضر درک رو به ما نمایان میکنه. در مقایسه درک با هادی هم در فاصله 25 روز مانده به مسابقه خب دیدیم که این پیشرفت ها در عضلات بک و روبرو رو در هادی هم قبلا شاهد بودیم، اما هادی در عضلات پا به قدری پیشرفت کرده امسال و پرچگالی شده که درک حتی جرأتی برای نشان دادن پاهاش رو هم در آپدیت جدیدش نداشته. اینجا رپاکسه. شما هم نظر خودتون رو به این دو رقیب جدی رقابت‌های امسال المپیا